بنادیدم خداوند جهانا زمین و آسمان پاسبانا سلام من کنن تقدیم دوستان بیایه تب کنیم خواجه گلستان بیایه کرد میر و شهنوازی کنیم پاکی خدا را شاد و راضی کلندرزی و ناروایی و شبخ به تاریخ چمه نام بودتیم فقر بیار یکی که ما هستیم تمهدار بیا که شاد بیمه قلب بیمار بیار یکی تمهدار اون کجاوه کنیم شادی اگر گو ما بیاوه بیار یکی بیامه همدلین دوست بیا گو ما بیمه مجلس بود بیا جمشید زئی و محمدانی سراست مرحبای اندگانی بیا کاروندری شاباش و احسن بنازینم فجان و دل سرامن بیا شولی مبارک بیت مقدم بیا جمشید زئی میراز محرم جمال زیبیات دوستیم برای سے شب و روشا گو اللہ در تماسے بیا اے بامری حتم سمادار بیا محمود زئی کو میں وفادار بیا وہ مزئی میں مجلس برا کتے نام پلے کی رفت حجا بیا گرگیت کو دانی عزیز تمہیں ناماز رفت حجا پمردی بیا هاشم زئی میں ہم زبانے نروری بیاک کو میں مہربانے شتو شابی کولاد جمع ما شیب راسان کداریم بی غمی ما بیا گنگو زئی میں یار ہمراہ بیا کارا زئی میں مجلس برا بیا رخشانی و ریفا پیاران کرمزی بیاک پرتا بازچاران مغازی بیا کچا کومم ممانے کتوش اللہ پاکیم بندگانے بیا پنجر زئی گو بیلی آران تئی خدمت آنا پاسدارا براوئی بنا بیانا سرامان بیا عبد زئی شاباش و احسن بیا اے حضرت داود اولاد شتے کاران کنن در ہر کجایا بیا امراد رئیس را خیر مقدم تهم یار و همراه به هر دم تو منداری ترا احسن هزاران بیا ای کوشهی میں مرد میدان بیا سوری زئی و قوم ارباب شدوری آشمه رفته میتاب بیا سوری زئی و قوم ارباب شدوری آشمه رفته میتاب بیا سیستانی و خواکی به میدان بیا زهر و زئی آمد و جان سید اولاد پیغمبران تمین و زاهدان آئی مکانن بیا برهان زئی نن میں کنارا که محتاجم پتے دورین توارا که آزادی مئی آہم دلین دوست بیا چاری زئی گوما ادام بوش بیا اے ترکمان میں ہم دلیم براز بوان آسوره یاسین و الناس بیا سال مگوش گشت شنگار مبادا تراب بچن کن انتیسا احسن سلامات تشویق مضاعف با تشکر از شاعر خردسال دعوت میکنیم از برادران حمیدرضا شهرکی همچنین متصل آقای ایوب ریگی کاندیدهای دور دوم که به ائتلاف پیوستند با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد. سردار چی؟ السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اول برای سلامتی خودتون، سلامتی مقام معظم رهبری به این کوچولی یک صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد آل محمد.
من نمیخوام زیاد وقت شما عزیزان رو بگیرم. چند نکته کوچک هست که من باید برای این جمع بزرگ و این سران طوایف، عالمان، مردمان، کشاورزان و همه عزیزانی که لطف کردن و به دعوت مردم میرجاوه لبیک گفتن و در اینجا حضور یافتن اعلام کنم. عزیزان گرامی، من اعلام کنم بحث انتخاب آقای علی کرد بر اساس شاخصهایی بوده است که در یک مجمع مشورتی به دبیری آقای حاج خوبیارخان شهنوازی متشکل از عالمان، نخبگان و معتمدان این آقای علی کرد انتخاب شده است. من که میخواهم به نفع ایشون برم کنار باید اول خودمو معرفی کنم، بدونید که من کی هستم و برای چه آدم بزرگی میخوام برم کنار. من حمیدرضا شهرکی هستم. مادرم از طایفه کرد و میربلوزایی است. سال 69 با رتبه 800 دانشگاه دولتی تبریز قبول شدم. مقطع کارشناسی ارشد با رتبه 5 قبول شدم و گذروندم و 5 سال دبیر شورای تامین فرمانداری شهرستان خاش بودم و 8 سال بخشدار مرکزی خاش. بزرگترین منطقه از نظر مسائل سیاسی در سطح استان منطقه من است. چیزی که حدود نزدیک 650 نفر عزیزانی که تامین گرفتن من در خدمتشون تو این 20 سال بودم. اما چه شاخصهایی شده که من آمدم علی کرد رو بر خودم ارجح دونستم. عزیزان، در مجمع انتخابات شورای شهر خاش با حسن نیتی که آقای حاج خوبیارخان شهنوازی برای وحدت تشیع و تسنن داشت، یک کاندید بدون اینکه رأی‌گیری کنه در اون جمع پذیرفت از جامعه فارس و ما هم به خاطر که حسن نیت این عزیز برادر را که سرچشمه گرفته از تعالیم پدر بزرگوارشون جناب آقای حاج خان محمد شهنوازی رحمت الله علیه بود، من اعلام کردم من هم در این بحث باید این بحثی که ایشون کردن در مقام عمل جامعه عمل بپوشونم. با تمام بزرگان، با امام جمعه محترم شهرستان خاش، با بزرگان خودم در زاهدان، در سیستان، با همه جناب آقای سردار رضا شهرکی و همچنین حاج ولی محمد خان کرد مشورت کردم. گفتم من صلاح میدونم مصلحتم را تقدیم به آقای حاج خوبیارخان کنم. چرا؟ چون ایشون لطف کردن در مقام وحدت تشیع و تسنن و جامعه فارس. ما اختیارمون رو دادیم خدمت ایشون با این ویژگی‌هایی که من برای خودم برشمردم. آقای حاج خوبیارخان شهنوازی با مشورتی که با تمام سران طوایف از نصرت آباد، کورین، ایرندگان و مجمع طوایف خاش داشتند، با تمام ویژگی‌هایی که در این فرد دیدنشون انتخاب کردم. من به عنوان کسی که 17 سال همکار آقا در وزارت کشور بودم چند نکته کوچک و خدمت شما عزیزان بگم. یک، آقای علی کرد از نظر سلامت اداری، از نظر سلامت مالی و از نظر سلامت اخلاقی به والله یکی از بهترین نیروهای وزارت کشور در سطح ایران است. تکبیر! آقای علی کرد فردی است فراجناحی، آقای علی کرد فردی است فراقومی، آقای علی کرد فردی است فرامذهبی. با توجه به این ویژگی‌هایی که من شمردم، اول از تک تک اهالی میرجاوه یک مورد رو خواستارم. اگر می‌خواهید عزیزان دقت کنید، اگر می‌خواهید یک نوکر و یک خادم در مجلس شورای اسلامی داشته باشید به این فرد رأی بدهید. و نکته آخر، تمام عزیزانی که در هنگ مرزی میرجاوه خدمت میکنن، همه عزیز برادرانی که به عنوان معلم، به عنوان نیروهای سپاه، به عنوان نیروهای جامعه فارس در شهرستان میرجاوه خدمت میکنن، من خدمت عزیزان اعلام کنم چون من این ویژگی ها رو در این فرد یافتم، تکلیف شرعی بر شماست. خواهشاً به این آقا رأی بدهید تا مطالبات جامعه فارس رو پیگیری کند برای سلامتی این عزیز برادر و همه حاضران اجماعاً صلوات. اللهم صل علی محمد آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ای محمد بشارت ده به بندگان آنانی که سخنان را میشنوند و بهترین آن را پیروی میکنند. عزیزان، من 2-3 دقیقه بیشتر وقت شما را نمیگیرم و بعد شما را به خداوند بزرگ میسپارم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مهمانان عزیز که از سایر نقاط حوزه کاش و میرجاوه به شهرستان میرجاوه تشریف آوردند و امروز ما مردم میرجاوه و شما عزیزان فهیم میزبان